خوش شد دهنم. یا آبی بخور. خب اکشن. سلام به دوستان عزیز توی شرکست. در قسمت سوم شرکست در خدمت شما هستیم با حاج مهدی ثقفی، دوست و برادر عزیزم. حاج مهدی خودتو به بچه‌ها معرفی. سلام، حاج مهدی ثقفی هستم. دانشجوی ریاضی ام، فرنگیان، و توی شرکت بازیسازی ام، مدیر محصولم. دیگه کاری که میکنم اینه، کاری که نمیکنم هم خیلی چیزاست. خیلی هم عالی حاج مهدی. خیلی خوشحالم که خودتو به بچه‌ها معرفی کردی. خدا رو شکر. ایوه. این قسمت موضوعات مختلفی داره که میتونیم در موردش صحبت بکنیم. شکست یا شرکت، غلگی بودن یا ادایی بودن و همین دو موضوع. دوست داری در چه مورد صحبت کنیم؟ هر چطور بگیم ما پایین. خب من به نظرم در مورد شکست صحبت بکنیم. حاج مهدی تو از شکست میترسی؟ بله، چرا؟ حسابی میترسم. یعنی میگه چیزای عادیش که مثلا برای کلتو اینوست کردی، نمیدونم زمان گذاشتی، پول گذاشتی فلان، یا شکست بخوری، خب اونا هدر شده یه جورایی تا یه حدیش دیگه. آورات میاد پایین، سوشال کردیت کم میشه دیگه. بقیه تو رو به عنوان انسان شکست خورده میبینن. خودت مهمتر باز خودتو لوزر میبینی دیگه. مامانت تو رو لوزر میبینه. اعتمادت از بین میره، اعتمادایی که بهت هست از بین میره، مخصوصا اعتماد خودت به خودت. فرصت رو از دست دادی دیگه. ایناست. تو خودتو به عنوان انسان شکست خورده میبینی یا یه انسان پیروز؟ شکست خورده تا کمر تا گردن. خب الان که خودتو به عنوان انسان شکست خورده میبینی، انگیزه نداری؟ انگیزه دارم، ولی خب بیشتر از جنس انگیزه برای زنده موندن و بقا و ایناست. از ترس، از خشم میاد تا از نمیدونم چیزای خوشگل و مثلا خوشحال کننده. من آدمی بودم که از شکست خوردن میترسیدم. مثلا میترسیدم سر کلاس سوال بپرسم. برای همین به بغل دستیم میگفتم که این سوال رو لطفا از استاد بپرس، چون میترسیدم که سوالم اشتباه باشه یا چرت و پرت باشه. و المپیاد اینجوری بود؟ تو المپیاد نه، چون با استادا یکم رفیق بودم، یعنی نمیترسیدم که شکست بخورم اونجا. یعنی شکستی هم نبود والا، ولی میترسیدم که اشتباه کنم. بعد آره دیگه میترسیدم که سوال کنم که مثلا مسخره بشم، یا مثلا میترسیدم اشتباه بکنم به خاطر اینکه میترسیدم که قضاوت بشم. بعد رشته کلام هم از دستم خارج شد راستش. امان از رشته کلام یادم نمیاد چی گفت، چرا اینو گفتم. یاد چیزا افتادم، یاد اون تایمی که محل اول قبول نشدم افتادم. خب تو کتابخونه بودی؟ آره تقریبا یادم. بارون میومد، خیلی ناراحت بودیم، خواستی که ادامه ندیم. گریه میکردم. آره زار میزدم. چیزی که هست اینه که من خیلی با شکست مشکل داشتم، مخصوصا تو دبیرستان. مثلا المپیاد اینقدر برام بزرگ بود که مثلا
الان توش قبول نمی شدم، انگار مثلا دنیا خراب شده بود یا نمیدونم چیزای شبیه به این. مثلا فکر کردم که خیلی وقت یک پیروزی بزرگی نداشتم و کلا آدم به درد بخوری نیستم و یه لوزری هم به قول. ولی خب هر چقدر بزرگتر شدم بیشتر از قبل هم شکست خوردم. نمیدونم، شاید مثلا یه ترم مشروط شدن آدم بتونه شکست در نظر بگیره، کاهش معدل رو بتونه شکست در نظر بگیره. نمیدونم، از بین رفتن زمانش، هدر رفتن زمانش رو بشه شکست در نظر بگیره. اسکم شدن، نمیدونم اینجور چیزا. همینطوری ریجکت شدن. آره، همه اینا مثلا شکسته بزرگیه. بزرگ که نه، ولی متعدد دیگه. خیلی بیشتر از قبل. اما تو دبیرستان با الان خیلی مثلا رابطه من با شکست متفاوت بود. یعنی اون موقع به هم میریختم و کلا دپرس میشدم، ولی الان برام تقریبا تبدیل به یه چیز عادی شده. یعنی یه جوره به صلحی باش رسیدم. دلیلش هم اینه که خب آدم چجوری بگم، احتمال اینکه شکست بخوره خیلی بیشتر از اینه که پیروز بشه. و خب آدم اون اولم قطعا پرفکت نیستش. یعنی مثلا من یه تکنیک آزمایشگاهی رو میخوام یاد بگیرم، مثلا اون اول شاید مثلا 10 بار اشتباه انجامش بدم. یعنی مثلا بخوام نمیدونم یه دونه ژل خوب الکتروکاردیوگرام درست کنم و توش لود کنم، ممکنه تعداد خیلی زیادی اشتباه بکنم و آخرش گفتم الکتروکاردیوگرام. آره منم ریدم درست کنم چیز میشه، ممکنه نواره خوبی نگیرم. ولی مثلا این برام تبدیل به یه چیز طبیعی شد و خب یه جورایی لازمه پیروز شدنه به نظر من این شکست خوردن و برای من تبدیل شده به یک چیز جدایی ناپذیر از انسان بودن. فرق آدم با هوش مصنوعی توی مثلا نقاشی خب اینه که آدم، یا مثلا توی عکاسی اینه که آدم یک سری نقص‌های انسانی داره که مثلا ربات اونو نداره، برای همین طبیعی تر دیده میشه. داری تکنیکلی ربات انگار یا هوش مصنوعی از شکستاش داری یاد میگیره. آره دیگه، یه جورایی مسیر رسیدن. آره ولی در کل من به نظرم یه ویژگی خاص انسانی نیست، تو ویژگی هست که هست، یعنی تو همه چیزها هست. حتی موجودات بدون جان هم شکست میخورن. مثلا سنگ میشکنه خاک میشه، نمیدونم آب بخار میشه، خورشید ستاره متلاشی میشن، جون هم ندارن تو تعریف ولی خب شکست دارن میخورن، تبدیل به چیز جدید میشن. آفرین، یه جورایی شاید لازمه تغییره، حالا یا به سمت مثبت یا منفی، ولی به هر حال شکسته دیگه. آره راست میگی، تو متن زندگی یک چیزی هست، یک چیزی به اسم شکست، یک مقوله‌ای خیلی رایج، خیلیاش دست خودته، انتخابیه، خیلیاش نه. خب برای تو این شکست خوردن چجوری بوده؟ مثلا تو باش به صلح رسیدی، نرسیدی، الان مثلا چه چیزایی رو شکست تلقی میکنی و چه رابطه‌ای باش داری؟ با صلح که نه، کلا با صلح نتونستم برسم با هیچ چیزی فکر کنم، چون که احساس میکنم انرژیمو از جنگ میگیرم، کلا جنگجو بودن، عصبی بودن، جوری خشم داشتن تو چیزا، این بهم خیلی انرژی میده. و مثلا المپیاد مثلا من شکست بزرگی برام بود، شکست خوردم واقعا دیگه،
قبول نشدم، مدال نیاوردم این طریق شکست. یا مثلا خب دانشگاه کنکور، خب تو اون اولویت اولم رفتم، ولی خب اینجوری بود که من انتخابی نداشتم، یعنی نمیدونستم میخوام چی کار کنم و رفتم یک دانشگاه، یک لاکار بزرگی خودم دادم به اسم فرنگی. یا مثلا همین شرکتی که کار میکنم اصلا ما یک کتاب دیزاین خونده بودم، اون کتاب قرمزه داشتی کتاب خونه، کتاب قرمز دیزاین تفکر طراحی در کسب و کار، چیزی میاره همون. اون یه بخشش این بود که من میگفت شما تو دیزاین باید چیز کنید، مثلا بازه های کوتاه تست داشته باشید. دقیقا کوت از این کتاب، سریع شکست بخورید، ولی سریع لطفا. وقتتون رو هدر ندید واسه ایده های بزرگ، مثلا 3 ماه رو دیولپ یه چیزی تایم بذارید، بعد مثلا ببینید خب ریدینگ مثلا خراب بود، خوب نبود، بکنیدش یک محصول 2 هفته‌ای تست کنید، نتیجه بگیرید، حداقل سریع شکست میخورید و میتونید ازش کلی درس بگیرید. شکست خوردن یک چیز خوب تلقی میشه توی کلا پروسه طراحی، چون که میشناسی، یعنی تو رو مثلا رو داده خیلی دیتا، خیلی دانش های زیادی بهت داده میشه روی چیزهایی که تا حالا انجام شده. شکست هم جزو همینه، یعنی تو میری یک کاری رو میکنی، یک دیتایی به دست میاری و ازش میتونی کلی نتیجه بگیری. اگر موفق بود یه چیز دیگه هم بودش، مثلا یک کتاب دیگه میخوندم اینجوری بود که خب میگفت اصلا ما چیزی به اسم برد تقریبا نداریم، همه کمپین ها شکست خوردن، همه محصول ها شکست خوردن. اگه بخوای مثلا نگاه کنی که مثلا چه کار کردن، چی شده، فلان، آیا ببین مرز سیستم رو باید، مرز برد و باخت رو مثلا باید مشخص کنی. اگه بخوای میتونی مرز رو جوری مشخص کنی که بگی آره من برندم. برای مثال واسه یکی همین که مثلا تونسته تو سن مثلا 27 سالگی بعد از درس خوندن و نمیدونم فلان و اینا یه شغلی پیدا کنه با مثلا ماهی 8 تومن، خب این براش برده. ولی یکی مثلا تو 18 سالگی، نمیدونم تو 20 سالگی، مثلا خود من تو 22 سالگی ناراحته که چرا مثلا ماهی 7000 تا درآمد نداره. مرز برد و باخت رو تو مثلا چجوری مثلا داری تعریف میکنی؟ بعد حالا اونجا هم تو برد و باخت رو داری چجوری مشخص میکنی؟ میتونی یک جوری مشخص کنی که بگی همه شکست خوردن، همه چیز شکسته، ولی مهم نیست. تو یه خروجی می‌خواستی، مثلا اسنپ اومده کمپین گذاشته، نمیدونم چرخونه بزن بچرخون، گلشون این بوده که مثلا به 1 میلیون نفر مثلا این گردنه رو بزنن بچرخونن، 500,000 سفارش ثبت بشه. بعد مثلا این 500,000 تا مثلا 300,000 تا بودش سفارش ثبت شده. بعد اینا خب شکست خوردن دیگه، یه گلی داشتن بهش نرسیدن، شکست خوردن. ولی تو میتونی دو حالت نگاه کنی، بگی آقا من انگار نرسیدم به 500,000 تا، میتونی بگی که 300,000 تا ثبت کردم. فصل گذشته مثلا تو همین مثلا بازه تایمی مثلا 300,000 تا من بوده، 150,000 تا، 2 برابر شده، پس برنده. نمیدونم نرخ فلان هم مثلا کاهش پیدا کرد یا افزایش پیدا کرد. یعنی این شکست ها هم باز دوباره داستانه، یعنی ویژگی های خاص خودشونه داره، تعریف های متفاوتی داره. واسه همین شکست چیزی نیست که من بد بدونم بگم مثلا نریدم دیگه، مثلا نابود شدم. نه، هر روز دارم شکست میخورم، ولی خب دیگه به هر حال حس بدی میده. منم تصمیم گرفتم با خودم که این حس رو تبدیل به انرژیش کنم بیشتر، تا اینکه بخوام تبدیل به افسردگی بکنمش، کاری که قدیم بیشتر میکردم. گفتی این حس رو تبدیل به چی کنی؟ انرژی. یه لحظه. ریدی؟ نه نریدی؟ یه مثالی هست، یه نفر میاد 2 تا گروه آدم رو چیز میکنه، یه سریاشون رو میگه
شما میگی بیان کوزه بسازیم. یه سریاشون باید یه دونه کوزه بسازن، ولی بهترین کوزه‌ای که میتونن بسازن باید بسازن. همه تلاششون رو میزنن روی یه کوزه. یه سریا فقط 100 تا کوزه رندوم رو تعداد تمرکز میکنن، فقط 100 تا کوزه باید بسازن. بعدش میاد این کوزه ها رو از لحاظ کیفیت بررسی میکنه. میبینی که بهترین کوزه رو اون گروهی ساخته بوده که 100 تا کوزه درست کرده بوده. یعنی با اینکه این کوزه‌ای که اینا همه تلاششون رو گذاشته بودن روش خوب شده بوده، اما بازم بهترین کوزه رو اونایی ساخته بودن که 100 تا کوزه رندوم ساختن. به دو دلیل: یکی این که چون بالاخره تعداد تلاشاتو میبری بالا، شانس هم دخیل میشه تو ماجرا. شانس اینکه یه چیز خوب بسازی توش بیشتر میشه. و یه چیز دیگه هم بوده، این بوده که خب مثلا تو کوزه هایی که میساختن هی کم کم یاد میگرفتن که مثلا خب این قسمتش مثلا شکست خورد باید بهتر بشه، مثلا میرم باز کوزه بعدی یه قسمت دیگهش. همینطوری هر کوزه‌ای که میساختن یه مقداری مهارت بیشتری پیدا میکردن و نهایتاً باعث شد که یاد بگیرن کوزه‌های خیلی بهتری درست بکنن. و به نظر من مزیت شکست همینه، اینکه آدم لازمه تا بیشتر تلاش بکنه و خب بیشتر تلاش کردن به بیشتر شکست خوردن منتهی میشه. بیشتر منظورم از لحاظ تعداد هستش. بیشتر شکست خوردن یعنی بیشتر پیروز شدن یه جورایی. آره، یا بیشتر یاد گرفتن. و خب این یه نکته که خب باعث شده که الان من سعی بکنم که مثلا یه دونه پروژه که دارم نخوام مثلا پرفکت تحویل بدمش. مثلا یک چیزی آماده میکنم، بعد دوباره بازخورد میگیرم، دوباره مثلا اصلاح میکنم، دوباره بازخورد میگیرم، همینطوری تا جایی که مورد قبول واقع بشه. بعد حالا شاید یه مقداری از لحاظی که مثلا بگن خب این باعث میشه که مثلا نیاز به میکرو منیجمنت داشته باشی، مثلا از این لحاظ شاید خوب نباشه، ولی حالا برای من که جواب داده راضی بودم. یه چیز دیگه که گفتی در مورد این بود که آدم این مرز رو تعیین بکنه برای خودش که خب چی شکسته چی مثلا پیروزیه. به قول تو مثلا اون کمپین اسنپ ممکنه مشتریاش 2 برابر شده باشه، ولی مثلا هدف اونا اینه که 3 برابر شده باشه. حالا این به اون هدفی که میخواسته نرسیده، میشه گفت شکست، ولی خب از این طرفی این مشتریاش 2 برابر شده، این خودش یه جورایی پیروزیه. والا من خیلی نمیدونم چه نظری در این مورد داشته باشم، ولی به نظرم یه چیزی که آدم ها خیلی توشون باعث میشه که ترس از شکست ایجاد شه به خاطرش کمالگراییه. اینکه آدم این حسو داره که کامل نیست، این حسو داره که کافی نیست. و خب مثلا این میتونه به خاطر والدین حالا ایرانی یا آسیایی باشه که مثلا وقتی میگی 19 شدم میگن که 20 شد تو کلاس. وقتی میگیم 20 شدم میگه خب چند نفر 20 شدن، که مثلا ببینم 20 تو خاص بوده یا نه. و میتونه مثلا ناشی از به قولی خانواده باشه یا جامعه باشه این حس کمالگراییه. و از یه طرف یه چیز دیگه داریم به اسم شکرگزاری، این که مثلا آدم متوجه باشه که چه چیزهایی داره چه چیزهایی نداره. و به قولی چون کمالگرایی به خاطر اینه که اون داشتهاتو نگاه نمی کنی که مثلا از 20 نمره 19 نمرهشو گرفتی، تو اون برو نگاه میکنی که یه نمره رو نگرفتی. ولی خب مثلا اون شکرگزاریه باعث میشه که تو ببینی که خوبه مثلا 19 گرفتم 18 نگرفتم.
نمیدونم مثلا همین کلا اینکه چیزای مختلف رو ببینی که اون باعث میشه که این حس کمالگرایی یه مقداری کمتر بشه، به خاطر اینکه تو میبینی که شاید مثلا کافی هستی. حالا این کافی بودنه نه که آدم تلاش نکنه بعدش ها، چون اگه باعث سکون بشه خوب نیست، ولی خب باعث میشه که مثلا اینطوری هم نباشه که من هیچی نیستم، نمیدونم هیچی ندارم، یه لوزر مثلا خفته بدبختم. میدونی چی میگم؟ و به نظرم این خیلی لازمه که آدم به قولی این شکرگزاری رو داشته باشه، یا حداقل مثلا بشماره اون چیزایی که داره. ولی خب این نگرش آدم هم هستش که خودش رو شکست خورده ببینه یا پیروز ببینه. من خودم رو یه انسان شکست خورده میبینم، ولی ناامید نیستم به خاطر اون شکست، یا حتی فکر نمی کنم که حس بدی هم نسبت به خودم داشته باشم. حس بدی نسبت به کارهایی که کردم دارم ها، ولی خب خودم رو اونطوری نمیبینم که به خودی به خاطرش لایق چیزای بهتری نباشم به خاطر این شکستم. طوری هم که تلاش میکنم، به تلاشم ادامه میدم، جبرانم میشه، نهایتاً هم بهتر میشه وضعیت. به خودی حالا خود آیندم تبدیل میشه به اون آدمی که شاید آرزوشو داشتم که الان بودم، یعنی الان آرزوشو داشتم که بعداً بودم. باشه چرا نمیخوایی؟ آره. و همین، یعنی الان دارم تلاش میکنم و ناامیدم نیستم و مثلا خودمو با سال پیشم مقایسه میکنم، خیلی پیشرفت داشتم، خیلی تواناییم توی هندل کردن مثلا موقعیت‌های سخت، توی کنترل احساساتم، توی کنترل اضطرابم مثلا افزایش پیدا کرده توانایی توی اینا، یا نمیدونم حتی فعالیت‌های جانبی مختلفی کردم، چیزای مختلفی یاد گرفتم، مثلا زمین‌های مختلف رشد کردم، مثلا عادت‌های بدی رو کنار گذاشتم و مثلا از این لحاظ راضیم نسبت به یه سال پیش خودم. خیلی میتونستم بهترم باشم ها، ولی خب همینم خوبه. میدونم که بعداً اگه همینطوری ادامه بدم حتی نرخ پیشرفتم هم بیشتر از الان خواهد. آره. خب نظرتون چیه؟ ببین مثلا اونجایی گفتی من آینده بهتری برای خودم میبینم، دو تا چیز تو ذهنم اومد. این که آقا یکی آینده احتمالاً بهتر نباشه، شاید ما تنها راهمون اینه که اینجوری فکر کنیم که آره آینده قراره بهتر باشه، و اگه فکر کنیم که نه آینده قرار نیست بهتر از این باشه، دیگه امیدی به زندگی کردن نداشته باشیم و یعنی مجبوریم اینجوری فکر کنیم، طوری که اینم جزو احتمالاته که آینده بدتر باشه. حتی با اینکه انگار انتخاب هایی من نداشتم که مثلا در راستای این باشه که آینده بدتر بشه ها، من عمدی نخواستم این کار بکنم، ولی نه، صرفا آینده بدتر شده، بدتر از اون چیزی که فکر میکردی، بدتر از اون چیزی که حتی فکر نمیکردی بهش. حالا یا عوامل محیطی بوده، یا اینکه حاصل انتخابای اشتباه بوده، عمدی اصلا نبود، ولی این هم جزء احتمالات و خیلی احتمال زیادی هم هست. احتمالش واقعا کم نیست. اینجوری شده خیلی این بخش لیمه در مورد زندگی کلا. یک جمعی بود که من یک همکاری دارم، آقا سعید بیاز، این بنده خدا مارکت میکرمونه، کارش اینه که میاد تو بازارهایی که توکن ما اونجا لیسته، واسه اینکه چارت کندلاش مرتب و تمیز باشه
و قابل اعتماد باشه میاد معامله میکنه با پول خودمون. یعنی شاید تو اون زمان معامله انجام نشه ولی ایشون معامله انجام میده، همینجوری خرید فروش میکنه تا اون کندل ها شکل بگیره، چارت سازی میکنه بقولی. حالا ایشون خب یعنی تریدر، آدم با تجربه با علم و میدونه که مثلا ایشون همیشه سود میکنه، همیشه داره سود میکنه، چون خب تجربه زیادی داره، کار زیادی کرده، علم زیادی داره. ولی چیزی که توش خیلی 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 جالبه اینه که وقتی اسکیل بزرگتر میشه، مثلا الان سرمایه در گردشش مثلا نمیدونم 10 میلیارد تومنه، ولی اگه این 10 میلیارد بشه 20 میلیارد شکستش خیلی بالاتر میره. این خیلی برای من جالبه. وقتی بزرگ میشه میترسه آدم، وقتی دامنه تغییرات، دامنه تأثیرهایی که میخوای بذاری بزرگتر میشه خیلی احتمال شکستت بالاتر میره ها. نه مقدارها، نمیگم قطعا تو وقتی مثلا 10 میلیارد سرمایه داشتی حالا شده 20 میلیارد 1% ضرر تو 20 میلیارد بیشتره. من اینا نمیگم، دارم میگم تو اگر رو 10 میلیارد 1% ضرر میکردی توی 20 میلیارد 2% 3% ضرر میکنی. ترس خیلی عجیب تری داره به تو میده و این هم خیلی باعث شکستش میشه و خیلی ریسک پذیریش کم شده. خیلی جالبه برای من. این آدم مثلا تو سن کمتر اومده بوده مثلا تو پدیده سرمایه گذاری سنگین انجام داده و خب ما میدونیم پدیده امروز میدونیم که پدیده چند بشه کلاهبرداری بوده، شکست بزرگی بوده واسش، ولی الان دیگه نمیتونه مثل اون زمان سرمایه گذاری های عجیب غریب انجام بده. با اینکه این آدم اون آدم 10 سال پیش نیست، با اینکه این آدم خیلی تجربه بیشتری داره، خیلی میدونه، خیلی بهتر میدونه که کی پولشو بکشه بیرون، میدونه که کی چی حباب چی حباب نیست، میدونه چی میگیره چی نمیگیره. ولی حتی با اینکه میدونه چه چیزهایی میگیره، مثلا میدونه که آقا نمیدونم مثلا بیت قراره چی کار بکنه. من یادم مثلا 1 سال پیش برای من تعریف میکرد، میگفت بیت اینجوری خواهد شد، نمیدونم فلان توکن اینجوری خواهد شد و من برگشتم مثلا بعد 1 سال برگشتم میگم بهش، برگشتم گفتم که یادته مثلا 1 سال پیش اینو من گفتی، الان نگاه کنیم مثلا 4 دقیقاً هم اتفاق افتاده. دقیقاً ها یه جورایی تایم هاش درست بوده اصلا از لحاظ زمانی، اینکه در این ماه فلان میشه، در اون ماه فلان میشه، اینقدر اینا مجربه. ولی با وجود این همه علم بالا، این تجربه بالا، ریسک پذیریش کمتر شده. این خیلی برای من عجیبه. این خیلی برای من واقعا عجیبه که تو هرچی انگار بیشتر میدونی کمتر میتونی ریسک کنی. ترس از شکستت بیشتر میشه وقتی بیشتر میدونی. یه بنده خدایی بود مشاور سرمایه گذاری چیزه تو ملک، بعد این بنده خدا خودش میگفت من خیلی مشاوره خوب میدم ولی خودم اگه مثلا نمیدونم کلی پول داشته باشم نمیتونم، چون تو زیادی میدونم. این زیادی دونستنم باعث شکست من میشه. بعضی امتحانا رو تو زیادی میخونی، زیادی خوندنت باعث اشتباه زدنت میشه. بعضی سوالا هم اینجوره، بعضی سوالا رو میبینی مثلا بین گزینه مثلا 2 و 4 یه آدمی که کمتر خونده میدونه 2، خب پس تموم شد زدی. ولی تو چون زیاد میدونی بین 2 و 4 تو شک میافتی و بعد میگی نکنه مثلا اون اینجوری فکر کرده، اگه اون اینجوری فکر کرده فلان فلان، بس 4 رو میزنم، غلط زدی چون بیشتر درس خوندی. خیلی زایی است، خیلی عجیبه. یعنی تناقض واقعا بزرگ زیاد نیست. من از تو اومدم امروز من 10 تا کتاب گرفتم. این 10 تا کتابی که شاید من بخونم بدتر شه اوضاع. خیلی تناقض عجیبیه. والا منم که ترسم همینه که مثلا بعدن همینطوری که بیشتر و بیشتر بدونم دیگه کلی اون ریسک پذیریم کمتر بشه. چون مثلا من یکی از ناراحتیام تو همین آزمایشگاه اینه که خب مثلا استادامون خیلی اوقات نمیاد کار جدیدی بکنن، میرن مثلا همون کاری که قبلا میکردن حالا یکم تغییرش میدن، مثلا مطمئنم هستن که جواب میگیرن بعد انجام میدن. نمیان مثلا یه کاری بکنن که اصلا معلوم نیست چی به چیه. ولی خب مثلا تو زیست شناسی که میخوندم مثلا یه هایی طرف میومد یه روش جدید درست میکرد، مثلا یه هایی میومد مثلا سیکونسینگ دی ان ای رو معرفی میکرد، میگفت آقا این روش سنگه برای سیکونس کردن دی ان
و مثلا یه کاری که قبلا اصلا انجام نشده بود، یا به قولی همین کلا نوآوری میگن مثلا توسط کسی ایجاد میشه که هم ترس رو ندارن به قولی از همون شکست خوردن و به قولی از اینکه کسی بهشون لیبل احمق بودن بزن. شاید آره حداقل تو محدوده امنشون ترس نداره. تو محدوده امنشون کسی ترس نداره. ترس از رفتن محدوده نهان نداره. مثلا طرف مثلا تو محدوده امنش مثلا ترس نداره، برای همین مثلا برای خودش خیال بافی میکنه، نوآوری میکنه، ولی حالا اونو به زبون نمیاره چون خب میترسه بقیه به جاجش بکنه. ولی به هر حال اونجا این اتفاق نوآوری داره میافته که ترسی وجود نداره از شکست خوردن. آره مثلا ترس وجود داره واقعا. آدمی که نمیترسه، خب مثال معروفی میگه کسی که نمیترسه میمیره احتمال زیاد. چون ترس از نیازهای بقاست تو اینا. ولی به نظرم که باش چجوری کنار بیای که مهمه. من یادم یک چیزی میرم، یک کورس ویکند توری بود، میرفتیم میگفتش که آقا اگر اون کاری که میخوایم بکنیم باعث نمیشه بمیرید پس انجامش بدید. خب این منطقو داشت. فقط تو مثلا میخوای بری فلان کار رو استارت بزنی، آیا اگه این کار رو انجام بدی میمیری؟ اگه شکست بخوری بعد مثلا میگفتی خب نه، خب پس اوکی میتونی انجامش بدی. ولی خب این کافی نبود. من این هم مثلا کار کردم، فکر کردم در مورد این داستان. هنوزم وقتی اومدم مثلا یک بورد گیم خودم دیزاین کردم نرفتم تا تهش. نمیدونم ترس از شکست بود، نمیدونم ریسک به ریوارد برام نمیصرفید، نمیدونم چی، ولی هرچی بود انجامش ندادم. کمالگرایی کردم. مثلا نه این به اندازه کافی خوب نیست، اون چیزی نیست که من بخوام مثلا انجام بدم، یا اینکه نه این جایی که دارم کار میکنم برای من خیلی داره بازده خوبی داره، میترسم ازش جدا بشم، اگر بیام بیرون شکست میخورم. که بعد روانشناسم برگشت بهم گفت که تو چی؟ درماندگی آموخته شده. آره گفت تو دچار درماندگی آموخته شده شدی. مثل داستان فیل است. فیلی که از بچگی میبندنش به چوب سفتی، بعد نمیتونه خودش جدا کنه، بعد بزرگتر که میشه به یک سیخ کوچیک هم میبندنش، دیگه بنده خدا فرار نمیکنه، چون عادت کرده به اینکه بترسه، عادت کرده به اینکه شکست خوردم. من آدم شکست خورده ایم، پس ولش کن دیگه، تلاش هم نمیکنه. اینکه چی کار کنه که اینجوری اصلا نشه، یا اگه اینجوری هست چی کار کنه که درمان کنه خودش. ما خودم رو سوالی جوابی ندارم واسه این سوالی که تو ذهنمه. تأمل برانگیز بود. یکم فرصت بده که در موردش فکر کنم. یه بار دیگه مثال درماندگی آموخته شده رو در مورد خودت بزن. مثلا چطوره؟ فیلر که داستان معروفی هستن هیچ. آره اون فیل. ولی مثلا برای خود من، آقا من 1000 تا ایده دارم. آقا من خب حداقل خودم فکر کنم که یک چیز خاصی هست، یک چیز خوبی هستم دیگه. نمیدونم واقعا اینجوری یا نه، ولی زیاد کار کردم. بعد ولی خب مثلا اون بیرون اومدن از این شرکتی که الان اینجا هستم بعد از 3 سال جوریه که یه بخشی از من داره میگه نه مهدی، تو اگر بیای اینجا بهترین جایی که تو میتونی باشی، و اگر بیای جای دیگه ای، مثلا پاشی از مشهد بکنی بیای زندگی تو تهران زندگی کنی، اون مثلا درخواسته که بهت دادن که نمیدونم تو به عنوان مدیر محصول پاشو بیا مثلا تو اسنپ فود کار کن و قبول کنی، پاشی بیای اینجا، اونجا شکست خوردی. چون اینجا بهتر نیست از اونجا.
و باز از اون طرف یه عده آدم دیگه هستن که هر فرصت جدیدی میبینن یا مثلا یه بخش زیادی از فرصت‌های جدیدی که میبینن میگن بله او ایول مثلا بریم پاشیم بریم اونجا، پاشیم بریم مثلا فلان کارو بکنیم. این یه تناقضه واسه من، یه چیزی که نمیدونم آیا من یا مثلا یه کار جدیدی میخواستم بکنم، آقا من رفتم یه گیم دیزاین کردم خودم میخوام پیادهش کنم، مثلا استراتژیسم رو بازی کردیم، بازی خیلی پیچیده است. ببینید چقدر پیچیده است این بازی، چقدر ببین ما نگاه نکن بازی کردنش چقدر پیچیده است، ببین دیزاینش این گیم شاید طرف مرده فکر کنم، خیلی چیز میخواد، خیلی سخته. آرکیتکت آره از من بپرس خیلی سخته کیاش، اشکم در میاد اصلا وقتی فکر میکنم بکنم به این که چجوری تونسته این گیم رو دیزاین کنه. باید دیزاین کرده باشه تا بدونی چقدر سخت سیستم، چقدر سخت سیستمای چیز ذهنی. مدل سازی یه سیستم اقتصادی که در حال حاضر داره انجام میشه سخته، مدل سازی یک سیستم ذهنی که تو از خود جنریت کردی به شدت سخت‌تره. این اون که تو یه چیزی که هیچ شناختی روش نداری داره میسازی، تو خالقی، تو خدایی، همینقدر سخته. و من همچین ایده هایی داشتم، ایده هایی دارم، چیزهایی دیزاین کردم واسه خودم تو ذهنم که خیلی هاشم مثلا تا نصفه، اکثرا تا نصفه بردم جلو، ولی گفتم نه اگه کسی نخره چی، نه نمیدونم اگه فلان نشه چی، حالا که فعلا مثلا سرمایه‌شو ندارم بسازم، بی خیال، نمیدونم ببرم مثلا به فلانی بدم، اگر بد باشه چی، اگر خوب باشه اون بردار انگار حق منو بخوره چی، اگه نمیدونم کوفت بشه چی، اینا همش ایناست. و خب اینا میشه در اون درماندگی آموخته شده من. خب چیزی که هستش به قول تو شکست که نه، ولی خب ترس از شکست به هر حال یک مهارتیه که آدم برای بقا نیاز داشته و خب منطقی هم هستش که آدم وقتی موقعیت خوبی داره بترسه که اون موقعیت رو از دست بده و بره سراغ چیزی که یه عدم قطعیتی توش وجود داره. مثلا برای من عدم قطعیت اینقدر نگران کننده بود، یعنی نگرانم میکرد توی چیزای به قولی استارتاپی که من تصمیم گرفتم سراغش نرم اصلا. آره خیلی مغز آدم تلاشی میکنه. خب من توصیه که شنیدم اینه که آدم مثلا میخواد این موقعیت جدیدی رو امتحان بکنه، نباید موقعیت فعلی رو بذاره کنار. همیشه چیزای انقلابی یا به اندازه کافی طول نمیکشن یا اصلا انجام نمیشن. آدم بهتره که آهسته و پیوسته بره جلوی. مثلا اگه میخواد کار دیگه بکنه اون کار رو برسونه حداقل به اولین درآمدش. میدونی که این یه تناقض بزرگی بخواد. چطور؟ ببین این که تو مثلا بیای نگه داری کاری که داری میکنی و یه پولی هم داری در بابادرش میگیری، بیای وقت بذاری روی کاری که میخوای در آینده بکنی و مثلا پلن چیزاته. یک چیزی هست کوت رایج میگن پلن بی پلن شکسته. یعنی من پلن ای هم شکست خورده، تو وقتی به پلن بی داری فکر می‌کنی پلن ای شکست خورده. این در هم اشتباه هم درسته، این بخش‌های درستی داره و این سیستم آقا تو برو فلان کارو بکن فلان کارو در کنار ادامه بده است مثلا. طوری که تو واسه این که خلق کنی نیاز داری که چیز بکنی، واقعا دیپ کار بکنی روی چیزی. تو وقتی داری میری صبح تا ظهر مثلا فلان کار رو انجام میدی، دیگه عصر جنازه‌ای، نمیدونم خیلی کیفیت این میاد پایین و این باعث میشه تو فرسوده بشی. میگی ما الان جوونیم، انرژی زیادی داریم، خب کمتر فرسوده میشیم، ولی فرسوده میشیم و تو واسه این که بتونی انگیزه داشته باشی واسه ادامه دادن نیاز به موفقیت داری، واقعا نیاز به این حداقل یک جرقه‌ای از موفقیت داری. آقا مثلا من فروش اول بزنم،
ولی خب بحث اینه تو برای آماده کردن اون داستان نیاز به چیز داری، این داری که یا MVP آماده کنی. این MVP 6 ماه زمان میبره. 6 ماه مثلا تو اینو میشستی فول تایم انجام میدی، مثلا میبینی 2 ماه زمان میبرد. و این باز مثلا میبینی که آقا من این رو بذارم ساید انجام بدم باعث میشه شکست بخوری. یعنی این هم باعث شکست میشه، باور کنید. این تجربه شخصی منه. تو انگار اون بخش نوآفرینی تو اینا تو بخوای بذاری کار دوم تو مثلا این سایت بذاری، این خیلی احتمال شکست رو باز میبره بالاتر. عاملی که خیلی بروش فکر بشه. این تمرکز تو که بذاری رو چند جا، این احتمال شکست تو میبره بالا. آره. آدم میتونه هر کاری انجام بده ولی خب همه کارا رو نمیتونه انجام بده. مثلا at the same time به قولی. آره. و این تو رو نابود میکنه واقعا. من 2 جا کار میکردم. من 2 جا کار میکردم. یک بار وقتی بود که من توی 2 تا استارتاپ کار میکردم، یکی اینجا بود یکی جای دیگه. بعد خب ببین تو یه آدمی دیگه، و من بعد مثلا یه ماه فهمیدم که دارم ایده هایی که واسه این کسب و کار بوده میبردم تو اونجا اجرا میکردم، ایده های اون کسب و کار رو میبردم اینجا اجرا میکردم و هر دو جا داشتم تر میزدم به معنی واقعی. چون این ما رو اون بوده، اون ما رو این بوده. هیچ ربطی هم ولی من آدم دارم خطا میکنم به خاطر اینکه نمیتونم اینا رو جدا کنم و سخته جدا کردنش. یا اومدم مثلا ما سیستمی که تو هم گیمی که من آوردم دموشو بازی کردی تو؟ دموی کدوم گیم؟ دموی همون گیم نمیدونم المنتال اسنس همین چیزی بود. نه من اونو بازی نکردم. یه بار برات ولی توضیح دادم. یادم من تهش مثلا بعد چند ماه اومدم دیدم تو چین آف لژندز اومدم انگار یک بخشای قابل توجهی از اکوسیستمی که تو این بازی دیزاین کردم اومدم اینجا پیاده کردم. خب اصلا مهم نیست برام ایده، 1000 تا ایده میگه هست و مثلا این نشد یه چیز دیگه، ولی خب بحث اینه که تو داری قاطی میکنی اینا رو و کی میتونه قاطی نکنه و در این حال انجامشون بده و حق مطلب اون حق کار رو داری ضایع میکنی. منطقیه. باعث شکست میشه خودش. قبول دارم. یعنی مثلا برای خودم حداقل اینطوریه که تو هر بخش از زندگی ترجیح میدم مثلا فقط یه کار داره انجام داشته باشه نه بیشتر. و به قول این تمرکز میتونن تو کار هم دیگه اختلالی شد. وقتی توی یک حوزه روی 2 تا چیز تمرکز بکنی یا بیشتر. خوش مهدی من دیگه دارم میمیرم. داری میمیری؟ آره. ایزی. شبت بخیر حاج مهدی. مرسی از اینکه اومدی. توی ویدیومون چین آف لژندز رو فالو کنید و اسپانسر این برنامه چین آف لژندز. ابراهیم وطن دوست. لایک یادتون نره، ما رو سابسکرایب کنید و اگه موضوعی تو ذهنتون بود که دوست داشتین در موردش صحبت بکنیم حتما برای من کامنت بذارید. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدین. منم فالو کنید راستی تو یوتیوب. چنل فالو کنید. این زیر آیدیشو میذارم. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدین. خدافظ.